با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوار. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بنده لاله هستم، لاله خرقانی، و امروز روز 20 از دوره بسیار زیبای جادوی سپاسگزاری از کتاب راندا برن با عنوان جادوی قلب هستیم. ژان باتیست ماسیو، فعال انقلابی فرانسه، میگه سپاسگزاری یادآوری قلبی است. میگه حتما تا الان متوجه شدید که هدف هر تمرین جادوی سپاسگزاری داشتن احساس سپاسگزاری عمیقه. یعنی ما سپاسگزاری میکنیم برای اینکه اون سپاسگزاریمون بشه برنامه روتین ما، بشه ملکه ذهنی ما و روز به روز این سپاسگزاری عمق بیشتری پیدا کنه و هر چقدر که عمیق‌تر میشه احساسمون زیباتر میشه. ما صرفاً سپاسگزاری نمی کنیم که حالا چیزهای مادی به دست بیاریم. ما سپاسگزاری میکنیم برای سلامتیمون، سپاسگزاری میکنیم برای زیبازیستیمون، سپاسگزاری میکنیم برای احساس خوبمون، سپاسگزاری میکنیم برای مسائل معنوی. اصلا سپاسگزاری با خودش معنویات ما رو عالی میکنه. احساسات ما اگه عالی نباشه اصلا به خواسته های مادیمون هم نمیرسیم. در قدم اول سپاسگزاری حال دل و درونی ما رو خوب میکنه و هر چقدر بیشتر ادامه بدیم این حال خوب در وجود ما عمیق‌تر میشه، آرامش بیشتری بر وجود ما مستولی میشه. و ما در این تمرین میخوایم با ذهنمون وقتی که داریم سپاسگزاری میکنیم اون ذهنمون رو متمرکز کنیم بر قلبمون یا اطراف قلبمون تا عمق بیشتری به احساس سپاسگزاریمون بدیم. علم نشون داده وقتی که ما از روی احساسات قلبیمون سپاسگزاری میکنیم ریتم قلبمون منظمتر میشه، ریتم قلبیمون آرامش بیشتری میگیره و حال ما آرامتر میشه، زیباتر میشه، بهتر میشه. و نشونه هایی که حالا تمرکز سپاسگزاری بر قلب داره اینه که قلب ما یا اطراف قلب ما ممکنه اون اوایل سوزن بشه، ولی رفته رفته تنها چیزی که میمونه همون آرامش و نظمیه که به قلب ما میده. این تمرین هم مثل تمرین های قبلی دوستان عزیز خیلی آسونه. ما 10 تا از خواسته هامون رو می نویسیم، متمرکز میشیم روی خواسته هامون و چشمامون رو می بندیم، دستمون رو میذاریم روی قلبمون و بعد از اینکه متمرکز شدیم روی هر کدوم از خواسته هامون هوش و حواسمون رو میبریم به سمت قلبمون. حتی بعد از یک مدت این رو میتونیم با چشمای باز هم انجام بدیم، با صدای بلند یا حالا با صدای آهسته فرقی نمیکنه. ولی اگر این خواسته ها یا تمرین سپاسگزاری یا نیایش کردن، دعا کردن با چشمای بسته باشه تاثیرش خیلی بیشتره. تمرین امروز همین بود دوستان عزیز. اضافه بر این که خواسته هامون رو توی ذهنمون تجسم میکنیم، آروم آروم تمرکزمون رو روی قلبمون هم میبریم تا قلب و فکر و ذهنمون رو با هم دیگه یکی کنیم. این در تسریع رسیدن به خواسته هامون خیلی موثر و مفیده. امیدوارم که این تمرین رو هم مثل تمرینات قبلی انجام بدین و به خواسته ها آرزوهاتون برسین. ما رو هم از نتایج خوبتون با خبر کنید انشاءالله. تک تک شما دوستان عزیز رو به خدای منان میسپارم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز